به نام خدا. سلام، خوش اومدید به قسمت سوم از دوره آموزش بلاکچین به زبون ساده. تو این جلسه میخوایم در رابطه با یکی دیگه از ویژگی‌های ذخیره سازی داده به سبک بلاکچین صحبت بکنیم. پرایوسی یا حریم شخصی. داستان چیه؟ تو جلسه قبلی چی گفتیم آقا تو بلاکچین دیتاها به صورت غیر متمرکز ذخیره میشن. یعنی چی؟ یعنی همه اعضا یکی کپی از کل دیتا رو دارن. پس چه نتیجه میشه گرفت؟ همه میتونن آیا دیتا ها رو ببینن؟ درسته. سوال پیش میاد. تو مثال دفترچه تلفن که زدم گفتم آقا من شماره عزیزان، آشنایان، دوستامو مینویسم و همه حالا افراد کنارم، همه اعضای اون شبکه یا همه دوستام یکی کپی از دفترچه تلفن من دارن. مثلا من اگر 100 تا شماره نوشته باشم، 10 تا رفیق داشته باشم کنارم که یکی کپی از اون شماره رو داشته باشن، عملا اون 10 تا رفیق من به همه شماره های من دسترسی دارن. مثلا میتونن همه شماره های من رو ببینن. درسته؟ میگم درسته. سوال دیگه مطرح میشه، اگر همه شماره های من رو میتونن ببینن، پس پرایوسی چی میشه این وسط؟ حریم خصوصی چی میشه این وسط؟ آقا من نمیخوام شماره خواهرم دست علی بیفته، من نمیخوام شماره پدرم دست شخص X بیفته. این الان کپیشو داره، میتونه بره دفترچه‌اش رو باز کنه و شماره ها رو ببینه. این آیا درسته؟ این پرایوسی الان تو دیوار نیست. آیا میگم بلاکچین تا حد زیادی سعی کرده این رو حل بکنه و کرده. داستان چیه؟ چطور تو بلاکچین حل شده؟ تو بلاکچین ما میگیم آقا همه دیتا رو میبینن ولی همه نمیشناسن. ما اینطوری ذخیره میکنیم دیتا رو تو بلاکچین. یعنی چی؟ اینکه همه میبینن ولی همه نمیشناسن. این خیلی گنگه. ما اومدیم اینجا که بلاکچین رو به زبون ساده یاد بگیریم. من با 2 تا خط بهت اینو میفهمونم، با 2 تا خط بهت نشون میدم که چطور میشه تو یه چیز رو ببینی ولی نشناسی. تو مثال دفترچه تلفن به سبک عادی ما چطور شماره رو مینویسیم؟ میگیم مثلا شخص علی، زهرا، تقی، نقی یا هر کس دیگه اینه شماره تلفنش. دفترچه تلفن رو اینطوری مینویسیم. اما اگر من بخوام دفترچه تلفنی بنویسم به سبک بلاکچین، اسمو اینطوری نمی نویسم. چطوری می نویسم؟ اینطوری. یه عبارت طولانی شامل از حرف و عدد بی ربط که به هم هیچ ربطی ندارن، هیچ سنخیتی این وسط نیست. من که میخوام بیام تو دفترچه تلفنم شماره مثلا پدرم رو بنویسم، به جای اینکه بیام بنویسم پدرم این شماره تلفنش، میام یه همچین عبارتی رو مینویسم و جلو شماره تلفن پدرم رو مینویسم. علی که یه کپی از دفترچه تلفن من رو داره چی میبینه؟ صرفا یه سری حرف و عدد بدون ربط رو میبینه که جلوش شماره تلفن نوشته شده. علی این رو میبینه ولی آیا علی میتونه بشناسه که این مال کیه؟ نه. پس کی میدونه این شماره مال کیه؟ منی که این رو نوشتم، منی که مثلا رفتم یه جای دیگه مجزا تو بخش پرایوتم، تو بخش سیفم یه دفترچه دیگه دارم، اومدم گفتم آقا این عبارتی که اینه پدرمه، این مال پدرمه، من میدونم این مال کیه چون من خودم نوشتم. اما علی صرفا فقط میتونه ببینه. علی از کجا میتونه تشخیص بده که این مال پدر منه؟ نمیتونه تشخیص بده. اینجوریه که ما تو بلاکچین همه دیتا ها رو میبینیم ولی نمیشناسیم. من میبینم اینو، من قشنگ عبارت رو میتونم از ابتدا تا انتها بخونم، شمارش رو هم بخونم، ولی نمیدونم مال کیه. این همون کانسپت پرایوسی در بلاکچینه. حالا چطور میشه پرایوسی نابود بشه، پرایوسی یکی لو بره؟ در ادامه میگیم. آیا بلاکچین تونسته به صورت کامل پرایوسی رو کاور کنه؟ نه. چطوری؟ در ادامه میگیم. این کانسپت خاص، این کانسپتی که الان خیلی ساده برات گفتم، میشه پرایوسی. میشه آقا اون جوری که بلاکچین سعی کرده حریم شخصی رو رعایت کنه. حالا سوال میکنم این عبارت از کجا اومده؟ 0x AB 58 فلان بیسار از کجا اومده؟ با چه مبنا و مقیاسی ساخته شده؟
اگر میدونی تو کامنت ها برام بنویس، اگرم نمیدونی اصلا نگران نباش، در ادامه توضیح خواهم داد. این بود کانسپت پرایوسی در بلاک چین. اگر سوالی هست، اگر مفهومی هست که تو خوب یادش نگرفتی، حتی تو این 3-4 جلسه بهم بگو، من مجدد برای توضیح میدم. اگر قانع نشدی، یاد نگرفتی، بگو، اصلا میریم میت با هم حرف میزنیم، انقدر تو سر کله هم میزنیم که بالاخره تو دلش یه چیزی در بیاد. مرسی که همراه بودید. در رابطه با پرایوسی یا حریم شخصی در بلاک چین صحبت شد. تانک یو از اینکه تا اینجا اومدید. اگر خوشتون اومده، اگر به دلتون نشست ویدیو، سابسکرایب کنید. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید تو کامنت ها بنویسید. مرسی، سطحی بودم. شاد باشید. فعلا.